چی معنی باقی ماندن در دوزخ؟ فکرتان باشه که انسان‌های موحد گناهکار الله نگاه ما کنه، الله عفو کنه، گناهکار هستیم، لکن انسان موحد گناهکار به اساس گناه خود در دوزخ میره. یعنی دوزخ کس برای کفار است و برای انسان‌های فاسق و فاجر و گناهکار است. کسی که گناه میکنه در فسق داخل شد دیگه. اینال اینی گناه ها، این گناهکار در دوزخ میره. لکن فرق بین کافر مشرک و منافق و مرتد و کمونیست و بیدین و اینی گپا و سیکولر و اینی مردم ها و بین انسان موحد چی هست؟ که او انسان منافق و او انسان کافر و او انسان مشرک و او انسان مرتد یا باز دائم در دوزخ میمونه. اما انسان موحد به اندازه گناه خود به دوزخ میره. اگر الله بخشیدش و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و در حقش قبول شد، شفاعت قرآن قبول شد، شفاعت درس عقیده قبول شد، شفاعت خانه الله قبول شد، شفاعت علمای بزرگ اسلام، حافظای واقعی قرآن، مجاهدین اسلام، شهدای اسلام که بر از اینا هر کدام مطابق رتبهش اونا شفاعت میکنن. اگر شفاعت ازی در کسی گناهکارایی که ما و شما هستیم، الله شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و نصیب ما و شما بکنه، شفاعت صحابه کرام نصیب ما بکنه، شفاعت شهدا و مجاهدین اسلام نصیب ما بکنه. این چی است؟ اگر باز هم این رفت به دوزخ، باز این دائما به دوزخ نمیمانه.